الو بله بله همینجاست. هنوز نیومدن خونه، سر کار هستن. گوش خدمتتون باشه. با تو کار دارم. با من؟ چیه؟ نمیدونم. بله بفرمایید. آقای اعتماد خودتونین؟ بله خودمم. امری بود؟ آقای اعتماد مثل که هنوز پسرتون از مدرسه برنگشته. پسرم؟ ببینم مگه محسن هنوز از مدرسه نیومده؟ نه چطور مگه؟ الو اتفاقی افتاده؟ شما باید فردا 500,000 تومان پول از بانک بگیرید و به کارمندان شرکت پرداخت کنید. درسته؟ چی میخواد بگید؟ شما باید تمام این پولا رو تحویل ما بدید تا ما پسر شما رو آزاد کنیم. پولای شرکت رو؟ نه من نمیتونم این کارو بکنم. خواهش میکنم. میل شماست. اگه میخواین پسرتون فردا 2 مرتبه رنگ آفتابو ببینه باید این کارو بکنید. متوجه شدید؟ 2 دقیقه به مهلت میدم تصمیم بگیر. فکر اینم که یه وقت جریانو به پلیس اطلاع بدی از کلت بیرون کن و الا برات گرون تموم میشه. بدبختی بزرگی. حالا میخوای چیکار بکنی؟ باید به پلیس اطلاع نه تو نباید این کارو بکنی. اونا پسرمونو میکشن. غیر از اینکه به پلیس اطلاع بدم چاره ای ندارم. نه من نمیذارم. اونا هرچی از تو میخوان باید بهشون بدی. آخه من چطور میتونم 500,000 تومان پول شرکت رو بدم به دست یه مشت دوست؟ با این کار آبرو و شرافت چندین سالم از بین میره. مثل اینکه حواستو از دست دادی مرد. زندگی پسرمون در خطره. ولی من نمیتونم این کارو بکنم. پس تو اونو دوست نداری؟ تو میخوای اونو بکشن؟ نه من حاضرم جونم رو به خاطر اون از دست بدم. ولی این کارو نکنم. اما اونا پسرمونو میکشن. من بهت التماس میکنم. ببین من که دارم باهات حرف میزنم همسرت نیستم. یه مادرم. میفهمی؟ یه مادر. بله بابا جون. محسن پسرم تویی؟ حالت خوبه؟ بابا اگه میخوای من زنده بمونم هرچی اینا میگن گوش کن. خب آقای اعتماد چه تصمیم گرفتی؟ من خواهش میکنم. بسیار خوب قبول میکنم. خب پس وعده ملاقات ما فردا ساعت 10 صبح 5 کیلومتری خارج شهر نزدیک خرابه. مدش تنهاست. را بیفتید. اگه دست با خطا کرد بکشیدش. چشم رئیس بیارش. ماما جون. پول آوردی؟ آره این توه. بده من. اول پسرمون بفرستیم بیاد. فضولی موقوف اینجا ما دستور میدیم. کیف رد کن بیاد. بجیز. درسته؟ میتونی بشماری؟ لازم نکرده. درفستش بیا. بابا جون. خوبه پسرم؟ بریم بریم. سباش. آخه گولم زدن بابا. دروغکی به هم گفتن از پیش شما اومدن. بچه باید زرنگ باشه. هیچ وقت گول کسی رو نخوره. فهمیدی؟ حق با شماست بابا. من نمیبایستی به حرفای اونا گوش میکردم. قول میدم از این دفعه بچه زرنگی باشم تا هیچ کس نتونه سرمو کلا بذاره. آفرین پسرم. هر وقت دیدی که مثلا ببین دیگه حرفشو نزن. هرچی بود گذشت. بشقابتو بده باز برات بکشم. نه مادر من دیگه سیر شدم. پس پاشو برو بگی بخواب چون خیلی خسته ای. شب بخیر بابا. شب بخیر عزیزم. شب بخیر. وقتی فکرشو میکنم اگه اون پیش ما خودت گفتی عزیزم که دیگه حرفشم نزن. حالا که اون پیش ماست باید خدا رو شکر کرد. راست میگی باید خدا رو شکر کنیم. من از روز شنبه مرخصی گرفتم. یه چند روزی بریم یلا. برای اعصابمون خیلی خوبه. باید حسابی خوش بگذره. بابا این همون باشه که من باش دزدیدم. بپاری پایین.
قشنگ باش بینم. آقا اسم این شهر چیه؟ داره بینم. آقا اسم این شهر چیه؟ برو بذار به کارم برسم نزدود فرچه ساغولی رو بکنم تو دهن آقا. هدایت جدیده آقا جان. کرایه خونه رو باید بدم، پول آب و برق رو باید بدم، پول شهریه بچه ها رو باید بدم، همش باید بدم. از کجا بدم؟ از کدوم گوری آخه؟ سلام آقا. جواب اینم اینجا باید بدم. کجاست؟ اینجا دیوونه خونه است. اینجا دیوونه خونه است. منم دیوونه هم، تو هم جوجه دیوونه. کرایه باید بدم، پول آب و برق باید بدم، با اینکه تلفن نداریم پول تلفن هم باید بدم. آقا از کجا؟ به من عاجز کمک کنید که ندارم پولم از سلطان بدن عاجز کمک کنید آقا اشکنم به من عاجز رحم کنید فکر ندارم پولم دوست بگیریدش. کمک کنید بچه این پسره که داشت فرار میکرد ندیدی از کدوم طرف بره؟ چرا اون طرف؟ کمک کنید عاجزم بیا بیرون رفت. چش ندارم باری کلا خوشم اومد. بچه زرنگ هستی. معلوم میشه سرت تو حسابه. این یارو با تو چیکار داشت؟ حالا بیا بریم تا برنگشته. پسره حقه باز نفهمیدم از کدوم بر رفت. بادبینم بادا. دیگه خطر رفت شد. نمیتونه ما رو پیدا کنه. اون یارو چیکارت داشت؟ میخواست تو رو بدزده؟ منو؟ زکی. من 100 تای مثل اونو میدزدم. پس واسه چی دنبالت میکرد؟ آخه من جیبشو زدم. این آشش. چرا این کارو کردی؟ روز قیامت تو آتیش جهنم میسوزی. بارا بابا حال نداری؟ مثل تو مال شهرستانی. آره میخواستم ببینم اینجا کجاست. اینجا شهریه که همه تو مال و منار هم شریکن. اگه زرنگ باشی پول در آوردن خیلی آسونه. اما اگه بی عرضه باشی جات تو گوشه زندونه. حالا فهمیدی کجا؟ نه. بز واسط بگم تمام خوبیای این شهر مال مردم اعیونه. برای فقیر بیچاره ها خرج و بار خیلی گرونه. اما واسه پولدارا درست مثل بهشت میمونه. حالا فهمیدی اینجا کجا؟ نه نمیدونم. بابا تو که جندشو در آوردی. اینجا تهرونه دیگه. تهرون؟ آره داشتم. همون جایی که ایمان فلک رفته به باد. بینم گشنه؟ نه من گشنم. چرا؟ از رنگ و رود پیداست که گشنته. همینجا باش الان دایید بر. راستی ببینم به من نگفتی اسمت چیه؟ محسن. به حاجیت هم میگن عبدالین فرفره. الان میام. باید تو ساندویچ چاقچله رد کن بیاد. نونش عمل خط کن باشه. بیا اینم پوله. آیا آقا کمک کن من بلند شم عجب آدمای بیرحم بابا یکی بیاد کمک کن بذار من کمکت کنم پدر. بچه جون تو که نمیتونی چرا زورت میتونم؟ نمیرسه یا علی چی شده بابا؟ نمیتونی یا علی رو بلند شو دیگه. یا علی بلند شو. زنده باشی. خدا عوضتون بده بازم شماها سب کن. بچه بیا بابا اینم بگیر بخور. پیرشی ایشالله اما مثل من حمال نشی عجب شهریه. اینجا هیچ که بهش که کمک نمیکنه. و کجاشو دیدی؟ تو این شهر همه به فکر خودشونن. بیا حالا بریم ساندویچمون رو بخوریم. شکم منم به قار و قور افتاده. پدر مادرم هر دوشون کشته شدن. میخواست منم بکشه عقب سرم کرد. اون وقت من زود دویدم توی کامیون و تا اومد منو بگیره یه ماشین زد بهش و لهش کرد. به درک واصل شد. عجب ناکسی بوده ها. خب دیگه فکرشو نکن هر چی بود گذشت. آخه من دیگه تو این دنیا هیچ کسو ندارم. چطور نداری؟ یه نوکر داری اونم داشته عبدالیته. از حالا مثل دوتا داش هرچی پیدا کردیم با هم میخوریم. قصهشو نخور. حالا ساندویچ تو بخور دیگه. نه من دیگه سیر شدم فقط تشنمه. اون شیر آبه. هرچی دلت میخواد بخور. این تنها چیزیه تو این شهر که تو پارکا مجانیه.
این بیچارم از ما بدشانس‌تره. میزون شدی؟ آره. میگم خیلی شانس آوردی که از اول به تور حاجیت خوردی ها. حاجیت کیه؟ چی بابا؟ میگم از حالا به بعد ما دوتا با هم قاطی شدیم، از فردان با هم میریم سر کار. کار تو چیه؟ هیچی، آقایون محترمی که پولای جیبشون سنگینی میکنه حاجیت واسهشون سبک میکنه، فهمیدی؟ نه. باشه بی نداره، بعدم میفهمی. حالا بیبریم تا تو رو به اوستا نشون بدم. اوستا دیگه کیه؟ همونیه که من براش کار میکنم. آها. بفرما اوستا. ساعتش قیمتیه. بلک نیست. خب پول نقصی بابا. همین بود اوستا. خاک بر سر بی ارزت کنن. تو واسه زیر دل خوبی. برو ببینم. ساعت بغلی میدوزد. بعدی؟ خب حالا فهمیدی کار ما چیه؟ آره این آقا سمساره، شما هم شاگرد سمساری. دست خوش، باریکلا، اینو خواهد تنهایی فهمیدی؟ آره. پس صداشو در نیار، ممکنه یه وقت نظرت بزنم. منو بر نگاه نکن، چقدر کار کردی؟ اوستا به خدا امروز هر کاری کردیم بعد بیاری آوردی. نفهمیدم، میخوای بگی اصلا کاری نکردی؟ چرا 12 تومن با این چاقو، همین فقط. روز به روز بی بخارتر میشی. برو گم شو گامبو. میخندد. حالا نوبت منه. بعدی؟ سلام علیکم اوستا. سلام گل گلاب. شیری یا روبا؟ مثل همیشه شیر. بفرما. چقدر است؟ 495 چوب. بقیهش کو؟ همین بود اوستا. دروغ نگو. یارو تو کلانتری شکایت کرده 500 تومن پولش دزدیدی. 5 تومن رد کن بیاد ببینه. خرجش کردم اوستا. خرجش کردی؟ آره آخه مهمون داشتم، خرج اون کردم. اون دیگه کی است؟ واسه چی آوردش اینجا؟ اون هیچ کاری نداره، آوردمش که با ما کار کنه. 100 دفعه بهت گفتم تا کسی را درست نشناختی اینجا نیارش. چرا شما حرف گوش نمیکنین؟ مگه میخوای ما هممون گیر بیفتیم؟ از اون خیالت راحت باشه اوستا. امروز اون منو نجات داد و الا گیر میافتادم. خودت میدونی که من بیگدار به آب نمیزنم، بی خیالش اوستا. بیا اینجا ببینم بچه. تکون بخور. جون بکن. بیا جونم حسین، این آدمه لولو خورخوره که نیست. یا نترس نمیخورته. بیا. بچه پررو. تو هیچ کس نداری. من گفتم که هیچ کس نداره. لا اله الا الله. باز تو فضولی کردی؟ بذار خودش حرف بزند. ببینم زیر بوته عمل آمدی بابا. خنگ خدا، پدر مادرش توی تصادف کشته شدن. خیلی خوب خفه خون بگیر. ببین اگه بچه سرراهی باشی میتونی با ما کار کنی. خیلی خوب همینجا باشد از فردا صبح با بچه ها برد کارآموزی 6 ماهه. چشم اوستا، بزن بریم حسین. خدا من از شما ها نگیرد. خیلی باریکلا بچه ها. کار کاسبی امروزمون بد نبوده. ولی باید خیلی بهتر از اینا باشد. گرچه اگه اونایی هم که از روش کش رفتین بهش اضافه کنیم خودش ثروتی میشه. آخ جان چه بچه های این محسن بچه دوست خوبیه. خب برای بچه ها به خاطر رفیق تازمون قرار میدیم. شروع کنیم. خیکی نمیگی خیکی، پس بکیش. آقا تو خیلی خوب بسته دیگه. ولش کن دیگه. بسته دیگه. بفرستی بچه ها. اگه هوا ابری بود از اولم صاف بود. منظورم اینه که دعوا خوب نیست. آره راست میگه، دعوا چیز خوبی نیست. با هم رفیق باشین. دعوا مال خره نه مال آدم. باریکلا بچه‌های خوب. بله. خب پسر خوبی چشمه کار بود، درست دیدی؟ مگه کار شروع شده؟ به با تموم شد، ماستمونم گرفتیم. پس شماها جیبوری میکنین آره؟ به اینو باش، تازه میپرسه لیلی زن بود یا مرد. حالا بیا بریم نوبت توی که کارتو شروع کنی. بیا بریم.
ماشاءالله بارکالله، مثل اینکه راه افتاد از طرفا. افتاده، اونم چه افتادنی، همه فن حریف شده. ببینم بچه، حالا دیگه میتونی خودت تنهایی کار کنی؟ آره اوستا میتونم، میخوایم تانش بکنی. لا اله الا الله، به تو چه مربوط است؟ فردا روز کنکور است. مواظب باشه وقت رفوزه نشی ها. چی کار میکنی بچه؟ ماچته گرفتم پسر یک دوست. از حالا خجالت نمیکشی دزدی میکنی ها؟ آقا من دزد نیستم، به خدا من دزد نیستم آقا. وقتی که رفتی زندون معلوم میشه دزدی یا نه. من کاری نکردم، منو نبری زندون، غلط کردم دیگه، از این کارا نمیکنم. خودتو به موش مردگی نزن پسر یک دوست. آقا ولش نکنین، برپا کنه ماشین منم زدن. به آقا تازه میگه من دزد نیستم. خب معلوم است، آدم دوست که نمیگد من دوست هستم. حالا سرکار میخواید چیکار کنید؟ باید ببریمش کلانتری. بسیار فکر خوبی است، فوراً این کارو بکنید آقا. ولی ممکنه از شما خواهش کنم که شما این کارو بکنید. بنده؟ شما اونو در موقع دزدی گرفتین، بنده ببرمش کلانتره؟ آخه از من که چیزی ندزدیده. برپا کنه ماشین شما رو دزدیده، شما باید ازش شکایت کنید. همین است که هیچ وقت کارا درست نمیشد آقا. من شما نداریم، این بچه دزد است، بایدم تنبیه بشه. درسته آقا، ولی متاسفانه من با خانمم اینجا قرار دارم. اگه بیاد ببینه من اینجا نیستم روزگارم سیاه میشه. خیال میکنه من رفتم حق با شماست، امان از این خانوما. خیلی خوب بدونش من رابیا پسره دزد. رابیا ببینم. مواظب باشید در نره. از دست من شیطانه با انبار میگیرم میبرم کلانتری رابیا. معلومه. برو بالا پسر یه بیورده، 6 ماه کارآموزی کردم، دزد ناقابه. وقت کردین یه سری به کلانتری بزنید آقا. باشه. همون آوردی چیزی نمونده بود، هممون گیر بیفتیم. برش کن. حضوری نکن باید بکنار و الا تو رم میزنم ها. پیرو خورد. من حل میدی؟ ناراحت نشو، کاری نمیتونه بکنه. الان حالی گنفنی؟ قلعه های پاتم میشکنم، اگه دیگه پاتونو بذارین اینجا. حالا برین بدبختو از گشنگی بمیرین. خفشید! بی ارزا خاک سر تو یکی. بشو. بیا برم بچه، یلا. من آدم حسابی هستم، سرکار به خدا من بیگناه، بی تصمیرم. حالا بس برم تو افخونک بخوره تا کیف کنه. بچه ها رو میبرن زندون. نه با اونا رو میبرن یه جای دیگه. بیا بریم. هیچ کسی را سرکوبی پیاده میشه. برو من هستا. خواهش کنم بری کنار. خواهش کنم شروع کنید. بیا بری کنار. مرده؟ بهتر مرده دیگه نمیتونن حرف بزنن. ولی ماشین چی؟ فکرشو نکن، ماشین دزدی بود. شب بیاین پیش من تا برنامه کارتونو بگم. خداحافظ. خداحافظ. خب حرزت رئیس چی گفت؟ هیچ، خیلی هم خرسند شد که یارو مرده. ای ناکس، جون ما یه سناری واسش ارزش نداره. آره خیلی بی وجدانه، همش به فکر جیب خیشه. قرآن چی نازه. الهی پیشمرگت بشم. الهی فدات بشم. بیا عبدالی. الهی اسفالت بیا بینم زیر پات عبدلی. بشم. چشم چراغانی نکن بیا. من نمیدونم چرا وقتی یه خوشگل میبینم دست و پام شروع میکنه به لرزیدن. تو هم اینطوری هستی داشت مسلم؟ نه من مردم. چطور شد؟ مگه ما نامردی؟ آره چون یه مرد هیچ وقت به ناموس دیگران نگاه نمیکنه. شیرفم شده. آره چه جورم. خب حالا بفرمایید ما چی کاریم؟ نشد پشت چی شد؟ رئیس گفت شب بریم پیش ویشش، یعنی پیشش.
لطی دارم به سر هوای عشق لطی دارم تو کل جای عقل و جای ادراک یه موسی مای قاطی قاطی دارم لب شکن دارم هوای میل زدن دارم بعدش با هر کی بدخامه سر بزن دارم بعدش با هر کی بدخامه سر بزن دارم لب دنی دارم لب موسی دنی دارم دیشب حسنی با خمر برم قیمه جوش خورد سرم صحبت به میون اومد ز دندون دو پا داشت و تو پا گرفت و درم از شمال تا لاهجان از جنوب تا خوزستان از شمال تا لاهجان از جنوب تا خوزستان بگیر داشتم راحتش نمیگذاشتم بگیر داشتم راحتش نمیگذاشتم لب شکن دارم هوای میل زدن دارم بعدش با هر کی بدخامه سری بزن دارم بعدش با هر کی بدخامه سری بزن دارم لب مکی دنی دارم لب اسمی دنی دارم چرا امشب همش منو نگاه میکنی؟ من که آواز نمیخونم اون داره میخونه اونجا رو بستای راستی داشت محسن این یکی که دیگه میتونم خوب نگاه کنم آخه ناسلامتی 19 10 سالم مگه نامزدی میشه مرد؟ آخه هنو هم دیگه رو درک نکرده با این کارت مخالفم دختری بیچاره رو میون زمین و هوا نگرش داشتی چرا باش ازدواجی نمیکنه بی هم؟ آخه داشت محسن با کدوم پول با کدوم کار یه آدم دوست که نمیتونه زن بگیره وگرنه جون داشتی من خدا میخواستم همین فردا باهاش مزدوج کنم خودت که میدونی من کشت مردشم نیا کن لاکردار چه قره میده دانسام پاتی دارم به سر هوا یه عشق لطی دارم تو کل جای عقل و جای ادراک یه موسی مای قاطی دارم لب شکن دارم هوای میل زدن دارم بعدش با هر کی بدخامه سری بزن دارم بعدش با هر کی بدخامه سری بزن دارم لب مکی دنی دارم لب موسی دنی دارم لب مکی دنی دارم لب موسی دنی دارم با اجازت یه توک میرم پیش فرشته و برمیگرد دود به یه رئیس منتظرمونه ها الان برمیگرد اومد کیه؟ منم عبدالله جونه سلام عرض کنم سلام کجا بودی باز پیدات شد؟ 2-3 روز بود که غیبت زده بود مشغول ردخ و فتق کارهای داخلی بود کدوم کار؟ من که اصلا نفهمیدم تو این شهر چی کاره ای؟ راستش خودم هم درست نمیدونم همه کاره با هیچ کاره ولی هرچی هستم میخوام نوکرتم قنچه کن رد کن ولم کن تو رو خدا ولی من که دیگه با تو کاری ندارم چطور شد؟ من چی کار کردم؟ میخواستی چی کار کنی؟ تو این کافه همه به من سرکوفت میزنن 10 ساله که همش میگی امروز عقدت میکنم فردا عقدت میکنم آخه تو چی فکر میکنی؟ خیال میکنی که من عاشق تو هم؟ نه تو ببینی خیال کردم خاطر خواهمی آره تو بمیری شبا وقتی که میخوابم پشتشم واسه واز میمونه میدونم همه عاشقا همینطورن خیلی خوب نمیخواد واسه من خوشمزگی کنی پاش برو بیرون میخوام لباسمو عوض کنم چطور شد؟ حالا خب عوض کن ما که ناملهم نیستیم گفتم بلند شو برو بیرون ناملهم نیستی بیرون یعنی چی؟ ما که با هم قاطی هستیم خیلی خب بابا میشم این ور پس چشاتو درویش کن بیا اینم چشم ده اون چیه؟ اون چیه؟ ها؟ اون چیه؟ ببند اون چشا رو چشم علای انگشتات
خوشمنظر است. این درخت هلومی واقعا که انگشت چه چیز باشکوهی. دیگه میتونی چشاتو باز کنی. تموم شد. چشم پوشیدی ولی اونجا بیرونه. بذار بکنمش تو. ولش کن. فرشته به خدا با 4 ستون بدنم میخواد. نوکر کرتم. من دیگه گوله حرفای تو رو نمیخورم. ای ولم کن. گوش کن ببین چی میگم. من تصمیم گرفتم تا 2 روز دیگه با تو ازدواج کنم. بهت قول میدم. تو تا حالا 100 دفعه از این حرفا زدی. ولی این دفعه رو راست میگم. باور کن. اگه این کار نکردم دیگه تو رو من نگاه نکن. پس راست میگی عبدلی؟ جون تو این تام ببینه. آره میمیرم برات. اما فوراً باز برام بچه درست کنی. اونم 2 قلو. 1 پسر 2 دختر. خیلی خوب هرچی تو بخوای. خب من یه قربون تو. خداحافظ. دوست دارم. باشه. اینم سهم کار امروزتون. رئیس یه چیزی رو میخواستم بهت بگم. از این به بعد 20% پولی رو که به دست میاریم باز به ما بدیم. مثل اینکه فراموش کردی قرار من با شما 10%. قرار بی قرار. اگه داشت محسن نباشه کی میتونه در گاب صندوقا رو واکنه؟ ما با 10% نمیتونیم کار کنیم. خوش ندارم از این حرفا بشنفم. چطور شد؟ حالا مجبوری که بشنفی. من دیناری اضافه نمیدم. پس ما هم دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم. تا هر موقعی که من بخوام مجبورین که کار کنیم. چطور شد؟ مثلا اگه کار نکردیم چیکار میکنیم؟ داش محسن وایستادی نگاه میکنی؟ در من میزنه یه کاری بکن. دارم فکر میکنم. حالا چند درصد میخوای؟ همون 10% از سرمونم زیاد. من در اندیشه‌ام. کسی دیگه میخواد؟ ها؟ چرا؟ حاجیت میخواد. خیلی هم خشنه. حوصله زیادی هم نداره. بده. صحیح. پس تو هم اضافه میخوای ها؟ پس منم اضافه میخوام. اگه من قبول نکنم چی میشه؟ هیچ طوری نمیشه. اینطوری میشه. سیبیل نداره. گردم تکون نخوری. بله حسابتون پاکه. من برای جون خودم یه عمر جست دارم میام. خب حالا چی میگی؟ باشه 20% قبوله. چطور شد؟ 20%؟ نه داشتم 30% گوشت ببیده باشه نمیگیریم اصلا صرف نمیکنم. باشه قبوله. بیا بریم عبدولی. ما اصلا دیگه دزدی نمی کنیم. چطور شد؟ نمی کنی؟ داش محسن چیه؟ میدونم که برات خیلی مشکله ولی حالا که اون رضایت داده میخواستم ازت خواهش کنم که این دفعه به خاطر من قبول کنی. ولی من دیگه نمیخوام دزدی کنم. فقط این دفعه. آخه من به فرشته قول دادم که باهاش عروسی کنم. خودت که میدونی نزد داشت پیش اون کنف بشه. حرفت عجیب روم تأثیر گذاشت. ولی این باید کار آخرمون باشه ها. قبول دارم. منم قول میدم که دیگه دزدی نکنم. این دفعه رو به خاطر تو این کار رو میکنه. قربونت بتاشی. اوی پیدوری شکم بونده سیبیلو. اینه که ببین چی میگم. ما حاضر بیم. خیلی خب شروع میکنیم. بریم داشتی. بریم. خب با دقت گوش کنین تا کار جدید رو بهتون بگم. ساختمون مورد نظر اینجاست. محل گاو صندوق اینجاست. طبقه دوم. روز جمعه 5 بعد از ظهر باید این نقشه رو عملی کنیم. چطور شد؟ واسه روز جمعه؟ روز جمعه مسابقه فوتباله. هم شرخ البته، هم به طوری که من تحقیق کردم نگهبان شرکت از علاقمندان فوتباله. حتما سرش به رادیو یا تلویزیون اون موقع گرمه و شما میتونید از این فرصت استفاده کنید. به عقل ناقص تو این مدت کار تمومه؟ اگه درست عمل کنیم 2 ساعت کافیه. نگهبان اومدن. خلاص کنید.
جون بار آمده تو فرار خوردی؟ فرار چه فراری؟ دستتو بذار کن من نمیتونم بیا تو خودتو نجات بده داشتی بیا برو دیگه لامصب برو پاشو برو خیلی خوب نگی یارو نامرد بودا داش محسن جون داش محسن ها به فرشته بگو تا نفس میکشم دوستش دارم چش بگو بالاخره باش عروسی میکنم تو اینو ببرش بلند شو چی شد؟ اگه میتونستم بلند شد که فرار میکردم اخوی آفره نرو بلند شو این کار آمبولانس میخواد چی کجاست؟ نکن به اینجا دستمو تا آرنج میکنم صدا در بیاد میکشم تا خیلی هم خشنم ها میبینی که قیافم پیداست تو کی هستی؟ گفتم ساکت وگرنه مجبور میشم بکشم این هفتیره فندک نیست برای چی اومدی اینجا؟ اینقدر حرف نزن شتاب این صدارم خفه کن پردرم بکش خودم یعنی آها آخر آب شد رفت زن عجیبه بالاخره گیرش میاریم از این که شما رو ترسوندم یک دنیا عذر میخوام اگه دختر عاقل باشی و کلت مثل من خراب نباشه قول میدم کاریت نداشته باشم فهمیدی یا نه؟ پس واسه چی اومدی اینجا؟ مجبور بودم یه چند دقیقه و بال شما هستم بعدم با اجازه خودم مرخص میشم اشکالی که نداره از دست پلیس فرار میکنی؟ اینقدر پر حرفی نکن زن من برای دزدی اینجا نیومدم اگه دوز نیستی پس چرا اینطوری وارد خونه این مردم میشی؟ خوش ندارم سفره دلم و پیش هر کس و ناکسی خالی خونگی نیستم خودتو گول میزنی مگه فرقی میکنه؟ آره از نظر من خیلی فرق میکنه اینقدر پرچونگی نکن حوصله‌ام سر رفته ببینم تو کبریتی داری؟ بیا فندک داری؟ پول داری پس سیگاری هم هستی؟ نترس اینجا در امانی آره جون خودت ببینم تو که خیال نداری منو به پلیس لو نه بدی چون دلم نمیخواد بری زندون نه بابا از کی تا حالا دلسوزم همین که تو شدی این زندونی که با دست خودت ساختی و اسمشو زندگی گذاشتی بیشتر رنج میبری ممکن از 6 به پایین یعنی از 6 به پایین صحبت کنی چون من اصلا حالیم نمیشه تو چی داری میگی خب دیگه خیال نداری زحمتو کم کنی؟ نه عجله ندارم چون ممکنه اون آقایون هنوز این دور و برا ولی من باشن. کار دارم باید برم بیرون کنجا به این زودی یه جایی دعوت دارم دیرم میشه باشه پس با هم میریم با هم؟ آره منظورم از اینجا سر خیابون ولت میکنم بری ولی من نمیتونم همین با که یه گفتم حالیت شد بی خودم چانه نزن خیلی خوب پس اجازه میدین یه دوش بگیرم و لباسمو عوض کنم؟ یه دوش اشکالی نداره ولی دوتا نشه یه وقتا بفرمین منزل خودتونه میس یعنی خانم نمیخواد این مهمون دی پذیرایی بکنی خونگی چی داری؟ توی یخچال همه چی هست یخچالم داری؟ یه قرار نبود از این پول گیکا بزنی من که با تو روح راست بودم بخند مرد الکی میخنده تنها بر خدا دختره اسمشه که شوهر نداره ولی خدا میدونه چند تا زیرس داره خیال کردی؟ از قدیم ندیم گفتن به زن جماعت نباس اطمینان کن حالا چرا دوش آبو واگذاشتی؟ فکر نکردی پول آب این ماهت سر به فلک میزنه؟ نمیخواد واسه من دلسوزی کنی قصه اونو نخور اسکیوز می یعنی ببخشید نمیدونستم خانم پولدار تشریف من دارن دیرم میشه باید برم بله گفتم دیرم میشه باید برم دوش بگیرم خیلی خوب باشه پاشو برو دوش بگیر فقط حواست جمع باشه دیگه بیگدار به آب نزنی ها کیفم شوره هن
برات موزیکم بذارم که دوش داره یه چیزی زیر گوشم میگه غلط کرده، باید مقاومت کنم. خودمونیم، غریبه بینمون نیست، خیلی خوشگل شدی هم کسی نیست. حالا نمیشه انگشت منم بگیرید ببری مهمانی؟ اونجا جای آدم حسابیاست، نه جای تر از تو. منم تو این دنیا پیدا نمی‌کنی. باور کن خانم جون، به ماشینم که داری، حدس می‌زدم که خیلی پول داری. آری از من دلخور نشو، زیاد باهات نمیام. سر خیابون پیاده میشم. رو که نیست؟ سنگ پای قزوینه. فکر جریمه‌شو نکن، من میدم. نمیخواد ولخرجی کنی. ولخرجی؟ کنتر برو. نترس، با تو کاری نداره، چون خیابون یه طرف است، برای همین داره میاد. تو مخصوصا از این خیابون اومدی که پلیس ما رو بفرمایید. ببخشین سرکار، چقدر نوشتین؟ 100 تومن. خدا قوت. بذار بره. من همینجا پیاده میشم. راستی چرا به پلیس نگفتین من کی هستم؟ برای اینکه دلم برات میسوزه. برای من؟ آخه تو چی میدونی من کی هستم و برای چی دزدی میکنم؟ اصلا تو از زندگی من چی میدونی؟ همینطور الکی دلت برای من میسوزه؟ آره، چون به هر علتی که تو این کار افتاده باشی بازم زندگی تو باختی. چقدر حق با توه. خداحافظ. راستی مطمئن یادت نره پول جریمه رو بدی تا دادگاهی نشی. یخ کنی. کردم. کیه؟ سلام فرشته. سلام، چی کار داری؟ در واکن، از عبدالی برات پیغام آوردم. چی میخوای بگی؟ از همونجا بگو. میخواستم بگم عبدالی رفت مسافرت، یه چند ماه طول میکشه تا برگرده. خب کجا رفته؟ رفته هندوستان، از طرف شرکتی که کار میکرده فرستادنش. لابد رفته فیل بیاره تا با تو جفت کنم ببندنتون به درشکه. کدوم درشکی؟ آخه عبدالی خودش واسم نوشته. صبر کن تا بیارم بخونی. عجب ناچیزیه این عبدالی. از دیروز تا حالا چطوری زندون برای این نامه فرستاده؟ بفرما. این که نیوز پیپر روزنامه است. وازش کن بخون. صفحه وسطشو نگاه کن. یخنی و دستگیر. حالا فهمیدی کجا رفته؟ آره این عبدالی عجب آدمیه، به منم دروغ گفته. خر خودتی. تو و اون با هم کار میکنین، هر دوتونم از دزدای سابقه دار هستین. منو بگو که خیال میکردم شماها آدم حسابی. ولی تو درباره من اشتباه میکنی. تو قاپ قمارخونه ای. آخه شماها خجالت نمیکشین با اون هیکلتون دل دزدی میکنین؟ به شماها میشه گفت مرد؟ گوش کن فرشته. عبدالی گفت تا ابد دوستی داری. میخوام 70 سال سیاه سر به تنش نباشه که دوستم داشته باشه. شماها خجالت نمیکشین با اون هیکلتون دل دزدی میکنین؟ آخه به شماها میشه گفت مرد؟ تو به هر علتی که تو این کار افتاده باشی بازم زندگی تو باختی. یک نفر راننده با تجربه مورد نیاز است. چرا به من همه چی؟ آقا جان، آقا کجا؟ بیا اینجا خودتو معلم بگم ببینم. گفتن داد نزن ببینم چی ممکنه با بنده بفرمایید جناب علی کجا دارین همینجوری تشویش میبرین؟ میبینی که داشتم میرفتم تو. قربان تو برم، شما تصور میفرمایید که بنده با این شکل شمایل قشنگ با این لباس تمام رسمی اینجا چی کارم؟ نه بگو چی کارم آقا چی کارم؟ فکر کردم تو دربونی. آی برای تو تازه فکر میکنی که بنده دربانه؟ شما با حوصله ندارم میزنم یه جت ناقص میکنم. با فرمایینم دست موز بنده ده قربان.
تقصیر من تو این هوای گرم دارم اینجا برای راهنمایی شما و امثال شما وایسادم تا خدایی نکرده شما و امثال شما اسیر سرغلیان نشوید. ببین چی میگم، حالا ممکنه شاخه بکشی و راحت بذاری میزنم ناقصت. آها این شد حسابی وطن. حالا ممکنه بفرمایید که کجا تشریف میبرید شما؟ اومدم واسه یه کار تو روزنامه آگهی استخدام خوردم. آها بنده فکر میکنم که جناب علی یه قدر دیر تشریف آوردین. چطور مگه؟ آها برای اینکه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم تا الان در 12 نفر رجوع کردن. ما 11میش میشیم، عیبی داره چند سمونه امتحان بکنیم؟ نه قربان تو برم بفرمای امتحان کن قربان. ولی برای مزید اطلاع شما عرض میکنم که تشریف میبرین طبقه بالا دوم خدمت منشی جناب مدیر حامیل. قربان تو قربان. چقدر حرف میزنی؟ آقا چته ببین اگر خدایی نکرده قبول مبول شدی شیرینی ما یادت نرسه. شکمو خیلی خوب، حالا شیرینی برای بیامون از کجا گیر بیارم؟ عجب مردمان بی انضباطی هستن. خیال میکنن تا من اجازه ندم میتوانم بروم تو. بفرمایید. سلام سلام علیکم. گفتیم سلام علیکم. فرمایشی بود؟ ها؟ من اشتباهی اومدم، میخواستم برم دستشویی افزی. ای سب کن. بله جانم بله. بفرمایید قربان تو برم. اون جوانی که داره به طرف درگاه برای چی اومده؟ برای رندندگی آمده بود قربان. برش کردم پیش من. با چشم اطاعت میکنم قربان. آهای جوان وایسا. وایسا مثل که بخت به تو رو کرده همچه قبول مبول نه رفوزه شدم. تو بمیری قبول شدی برگرد. دیگه رانندگی احتیاج ندارم. عرض کردم برگرد. از اون بالا ماله ها تلفون زدن تو رو برگردن. من نمیخوام برگردم. برگرد دیگه نش نکن یه بار مردی سبی. آخه بیا برگرد قربان تو برم. هم ضررش به من میرسد هم از پول شیرینی ما رو محروم میکنی. برگرد مردی سبی برو جانم چرل نگد با تخت و بخت و همه چیز خودت میزنی. برگرد پشیمان میشی آخه. برگرد هراسون میشی آخه. دوباره سلام عرض شد با خشونت. سلام. شما گفتین منو برگردوندند؟ آره میخواستم ببینم حضرت آقا برای این شرکت چه نقشه‌ای کشیدن. کدوم نقشه؟ من اومدم اینجا که ببینین برای کار شبانتون مناسبه یا نه. شما اشتباه میکنین. من اومدم اینجا که استخدام بشم به عنوان راننده. عجب. از کی تا حالا رسم شده دزد دنبال کار شرافتمندانه بگردن ها؟ از همین حالا که ملاحظه میفرمایین. آخه حرفای شما عجیب در من نفوذ کرده. یعنی میخواین بگین من اونقدر نفوذ کلام دارم که تا شما رو نصیحت کردم شما حرفای من رو قبول کردین؟ نمیدونم پر حبسینی شاید. خلاصش دیگه نمیخوام دنبال اون کارها برم. خیال نمیکنم که راست بگین. شما هر طور عشقتونه فکر کنین خوشش میاد یه کاره؟ هی صبر کن. چی صبر کنم؟ منظورم اینه که به خودت اعتماد داری. حقیقتا میخوای گذشته‌تو پشت سر بذاری؟ آره بابا اگه نمیخواستم که اینجا نمیومدم. میخوای واسه سوگنده بخورم؟ نه لازم نیست. حالا که اینطوری من این فرصت رو به تو میدم. اثباتش دیگه با خودت. باشه. امتحان میکنیم. از صبح تا حالا هر کی اومده مدیر یه جوری ردش کرده. بلکه قسمت تو بود که به راه راست هدایت با بشی. خدا؟ بله. برای رانندگی یه نفر دیگه اومده اینجا منتظره. فکر میکنم واجد شرایط باشه. خیلی خوب بسیار خوبه. بیاریدش ببینمش. لطفاً پرونده های معاملات خارجی هم بیارید. بله خیلی متشکرم. در هر صورت خودتون اقدام کنید و نتیجهشو به من بگید. اطاعت قربان. سلام علیکم آقا. لطفاً بذار رو میز. چی رو بذارم رو میز؟ چند سال راننده هستی؟ 10 سال. چند مرتبه تصادف کردی؟ هیچ دفعه. چطور ممکنه آدم 10 سال راننده باشه و تصادف نکنه؟ اونم با این وضع. چطور نداره؟ خرشانسی آوردم. شما ناراحتین من تصادف نکردم؟ صحیح. از کجا باور کنم که درست میگی؟ فکر میکنم راست بگی. چطور؟ مگه شما ایشونو میشناسید؟ ای تا اندازه‌ای. بسیار خوب قبول میکنم. چی رو قبول میکنی؟ ضامن که داری؟ ضامن؟ چاقوش دارم. من خودم ضامنش میشم. بسیار خوب. پس بگید کارگزینی ترتیب استخدامشو بده تا از فردا مشغول کار بشه. خدا بچه هاتونو زیاد بکنید. بریم هر دو استخدام شد. ضمناً اینم یادآوری میکنم تنها چیزی که در این شرکت برای من مهمه اینه که کارمندان صادق باشن. البته من دیگه اون آدم سابق نیستم. خیلی هم درستم. بریم. عرضی نداری؟ خدا. شنیدی چی گفت؟ درستی و صداقت.
حالا که شما ضامن من شدین کاری میکنم که شما روح سفید بشید. ببینیم و تعریف کنیم. از فردا میتونی مشغول کار بشی. بسیار خوب قربون شما. خدا خب انعام افتادی. الحمدلله زبانم لال قبول شدی. آره از فردا مشغول کار میشه. خدا را 100,000 مرتبه شکر. عرض نکردم من به شما گفتم در هر کاری وقتی پای جنس لطیف به میان بیاده تمام کارها صرف 2-3 دقیقه انجام میشه. بله. هیچ قربان عرض کردم انعام بنده را فراموش نفرمایی. قیافت پیداست از اون لفتلیسیای معروفی. بذار اول حقوقمو بگیرم اون وقت. آها بوزک نمیر بهار میاد کون بوزه با خیار میاد. حالا کوچه حقوق علل حساب یه چیزی با ما بده سر حقوق با هم حساب می خدا روح که نیست چرم پای قزمینه. پای قزمین بگیر لفتلیسی. همش همین. با عجب آدم پر روی هستی. همه رو تو اینجا تیق میزنوی؟ همه را اگه چه عرض بکنم بنده فقط حلواش تیق میزنم. یعنی من حلوام؟ ای باریکالله گل گفتی. خودم نمیدونستم. جان خب برو اینجا حلوی بعدی. خدا را بیفت بریم. چشم بریم. محسن بله به آقا یادآوری کن انگشتر منو بخر. چشم. یعنی آقا اینقدر گیجه بیجه؟ بشین آقا که رفت. آقا خانم فرمودن که به شما یادآوری کنم که انگشترشون رو امروز بخرید. آقا از کدوم جواهر فروشی میخواین بخرین که الان برم همونجا؟ انگار با چی دارم یا قمر بنی هاشمی که عبداللیه. چی کار میکنید دیوانه؟ این چه طرز رانندگی کردنه؟ آخه آدم عاقل تقصیر من نبود. یه نفر از پشت اتوبوس پرید جلوی اتوبوس، از اون گذشته فرمونش هم نافرمونی میکنه. چرا؟ چه مرگشه؟ آخه قربونت برم یه ماهه که من در خدمتتون هستم ولی هنوز این ماشین سرویسشون نرفتی. خیلی خوب امروز ببرش سرویس. آدرس تعمیرکارم از منشی بگیر. چشم میگیرم. یه خوردم یواشتر برو. چقدر؟ آخه من دارم مطالعه میکنم. این سی مطالبه از کی؟ از کارت راضی هستی؟ به هر حال بهتر از خیلی از کار هست. خوشحالم که اینو میشنوم. میدونی که ماشین باید ببری سرویس؟ آره مدیر خودش گفتش. بیا اینم آدرسش. قربون دست فنجولت. من خیلی خوشحالم که تو این شرکت کار میکنی. متشکر خداحافظ. فقط تشکر. دلت نمیخواد شیرینی کارتو بدی؟ چرا؟ ما که حاضریم بدیم. پس امشب شامو با هم میخوریم. از پروردگار میخوام زد زیاد. خداحافظ. میایی با هم برقصیم؟ گور پدر آهنگ و صاحب آهنگ من خوابم میاد میخوام نشستنکی بخوابم. کاری نداره پا من یادت میدم. اصلا میدونی چیه؟ بذار تو خودمون باشیم پهلمون. چی؟ مگه اتفاقی افتاده؟ غذات هم که نکنه از این که منو به شام دعوت کردی پشیمون شدی؟ پشیمون چی؟ حالا واقعا بیا درستش کن. مثل اینکه یه چیزی هم بدهکار شدیم ها. تو نمیری کلی هم خرسندمون کردی. پس چی؟ راستش به بدبختی خودم فکر میکنم. آخه امروز یه اتفاقی افتاد که کلی ناراحتمون کرده. نمیخوای بر من بگی؟ چرا؟ امروز یکی از رفقای زمان بچگیمو دیدم. یکی از همونایی که با هم دوستی میکردیم دیدم صاحب همه چی شده. زن، بچه و یک تعمیرگاه بزرگ. ولی من چی؟ فقط دک و پوزم عوض شده و الا من همون کف آسمون یه ستارم ندارم ها. یا آدم عوضی. زیاد ناراحت نشو. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. تو هم به زودی صاحب همه چیز میشی. با چی؟ با مای 700 نر حقوق رانندگی؟ خودمون نباید که به خریت بزنم. اگه توکلت به خدا باشه و پشتکار داشته باشی بهت قول میدم به زودی ترقی بدی. بهش میگم ببینم چی میگه. آقا حساب همونیه که مدت‌ها آرزوشو داشتم ولی حیف. گرچه جای تأسف نداره. اون امتحان خودشو داده. کاش میدونستم درباره من چی فکر
هنوز منو به چشم گذشتم نگاه میکنه. حالا که دور نامردیه بذار اینم اینطور فکر بکنه. ولی دختر خوب مثل اینکه هیچ اراده ای از خودم ندارم. نه واقعا از این مرد خوشم میاد. یعنی دوستش دارم. ای خدا چقدر تو فکرمون حرف زدیم نه؟ صدای تو رو من میشنفتم. به قول فرنگی شب خوبی بود. به من یه نفر که به خدا خیلی خوش یادیم میکنه بهتره برم. خداحافظ مره من دلت زیاد. نمیخواد بریم بالا با هم یه چایی بخوریم؟ نه بهتره دیگه مزاحمم نشی. این دفعه دیگه مزاحم نیستی چون از پنجره که نمیای. خودم نگفتم خودم دعوتت میکنم ببریم. باش جهنم. یعنی چه؟ این که وضع کار کردن نیست. خبر داده که امروز نمیتونی بیاد شرکت. گویا سخت مریضه. یه دفعه بمیره خیال همه رو راحت کنه. باید حقوق کارگرای کارخونه آخر وقت امروز پرداخت بشه. حالا به کی میتونم اطمینان کنم بدم این همه پولو ببره؟ آقا بیا تو. ها سلام عرض میکنیم. چی میخوای؟ چی؟ خودتون فرمودین بیام خدمتتون. حالا میگین چی میخوام؟ بله. اتومبیل رو از سرویس گرفتی؟ بله قربون حاضری. بسیار خوب. باید بریم منزل برای مهمونی امشب به خانم کمک کنی. چشم قربون میرم. صبر کن ببینم. میگم که چطور این کارو محسن بکنه. کدوم کارو؟ محسن؟ ببینم تو میره کارگرا رو ببری کارخونه تحویل بدی. حقوق کارگرا؟ بله قربون این که کاری نداره. بسیار خوب. بده. ولی خانم برای خرید به محسن احتیاج داری. نه این کار واجب تره. بله. آخه پوله که نمیشه به دست هر کسی سپرد. چقدر میشه قربون ببینیم چقدر؟ 500,000 تومان. 500,000 تومان؟ یا آقا مرا بنی هاشم زیاد. این کار پرمسئولیتیه میتونی قبول نکنی. باید کاملا مواظب باشی. دل واپس نباشین. گوشت به دست خوب کسی سپردین. بله همینطوره. گوشت دادن دست گربه. چیزی گفتی؟ مزخرف میگه زده به سرش. سفارش کرده خانم گوشت بره یادتون نره. بله ناراحت نشید. خرید و هر کسی میتونه بکنه. بله ولی بردن پول کار هر کسی نیستش. خب بیا برو دیگه دیر میشه. بده من میرم. پول تحویل مدیر کارخونه بده. رسیدشم بیار من. تحویل میدم رسید میارم. خیالم هم راحت. خیالشم راحت. اجازه میفرمایید نیم ساعت از شرکت برم بیرون؟ کار واجبه. بله. بسیار خوب. زود برگردید این پرونده ها رو با خودتون ببرید. چشم. ببخشید. اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست. زود برمیگردم. سلام کجا از این طرف ها؟ من داشتم میرفتم پیش یکی از دوستان. امیر امر میفرمودین میرسوندمتون. اینطور که پیداست راهمون یکیه. خواهش میکنم بفرمایید. شما نباید توقف کنید. نه خیر یعنی بله. شما اول بفرمایید چون خانم ها مقدم لیدیز فریست. نه خیر شما بفرمایید. فکر میکنم خونه دوستم همین جاها باشه. خب پس ما رفتیم زد زیاده. به دوست سلام علیکم برسونی ها. در تو چی هستی که همه دعوا سر توه؟ بفرمایین قربان بفرمایین مال مفته خوب بفرمایین بگیرید نمیاد بردارین که خانه خرمان نمیخورن تو باید سلیقه هست جناب علی قربان متشکرم. هیچ کسی بیل نداره قربان؟ هیچ کس؟ سلام تبریک برم. خواهش میکنم بفرمایید.
ولش کن بابا. بفرمایید. بردردی. چون چه بخچره میچرخانه بگردن باد کتاب لازم شد یه دو تا گیلاس عبدالعلی فرزانه خانم شما سلام چیکار داری میکنی؟ والا ملاحظه میفرمایید ترقی کردم گارسون شدم روزا نگهبانم شبم گارسون آخر شبم با خود است معلوم نیست چیکاری میشه بنده ببینم تو محسن اینجاها ندیدی؟ والا از صبح تا بیسم چند دفعه سراغش از من گیرم بی پدر همچی میگه گارسون مثل که نوکر پدرشم با اجازه بالاخره کار خودشو کرد پولا رو برداشت و فرار کرد من نمیبایستی به اون اطمینان میکردم حالا نمیدونم فردا جواب مدیر رو چی بدم سلام چرا اومدی این گوشموشه ها چه پیریزن؟ هیچی سرم یه خورده درد میکنه آخه اونجا خیلی شلوغه راستی خوشم اومد امروز رول پلیس خوب بازی نمودی چی؟ رول پلیس؟ آره صبح تو خیابون منو تعقیب میکردی دیگه تو هم که خوب تونستی رول دزد بازی کنی و بذاری در بری بیا اینم رسید پول متاسفم که هنوز به من اطمینانه نکردی خب تقصیریم نداری چون سابقم خراب منو ببخش محسن من اشتباه کردم خواهش میکنم در این باره صحبت نکن خب به جناب آقای محسن خان چه شما روشن قربان تو برم بالاخره شما پیداتان شد کجا این مرد حسابی از صبح تا رگ بابا گلوی تازه بفرمایید متشکرم ای امان بی پدر وقتی من گارسون صدا میکنه با من که دلم میخواد با این سینی بزنم توی مغز خب این گیلاس رو میخورم به سلامتی آشنایی تازمون آشنایی تازه کیه؟ برای اینکه من امشب تازه تو رو شناختم نمیدونی چقدر احساس خوشبختی میکنم خب برای چی؟ برای چی؟ یعنی هنوز نفهمیدی؟ چرا به خدا ولی جرأت نمی کنم در براش فکر بکنم یعنی به خودم اجازه نمیدم محسن چطور ممکنه قلبا با هم حرف نزنن؟ چطور ممکنه صدای همدیگر رو نشنون؟ نه من که باور نمی کنم درسته اما آخه من کجا دوست ندارم از این حرفو بزنی اگه تو موافق باشی ما با هم عروسی میکنیم من از خدا میخوام ولی باورم نمیشه جدا تو حاضری با من عروسی بنمایی؟ البته عزیزم ما با هم عروسی میکنیم اون خیلی زود خوشحالم که میخوای عروسی بکنی دیگه وقتی فکر میکنم تو عروسی نیستی قصد میشه برنش کن تصدقه وقتی تو خوش باشی انگاری که منم هستم خب ببینم طرف همونی که قبلا واسم گفتی کی؟ عروس خانم عرض میکنم آره عبداللی نمیدونی چه دختر خوبیه خیلی مهربونه اگه میدونیش به من حق میدادی که اینقدر دوستش داشته باشم یادت باشه از قول حاجی به عروس خانم سلام حاجی به عروس خانم سلام مفصل برسون البته از هندوستانم خب حالا قربون تو من داشت محسن این دفعه که خواستی بیای یه تشبه برو کافه دلم میخواد از سلامتی فرشته واسم خبر بیاره همین کلافه چی؟ داشتی هیچ وقت فراموشش نمیکنم با امید خدا از حبس خلاص شدم خیال دارم باهات عروسی کنم خیلی خوب خدافظ دست علی همراه بریز
آتیش داره آتیش داره دست سلیده تن من غمزه داره غمش داره عبدلی. گوش کن احمد. بله خانم. بیرون وایسن از عبدلی بیاد. چشم. کجا آقا؟ میخوام برم پیش فرشته خانم. نمیشه. چطور شد؟ نمیشه. هیچی واسه آجید نشد نداره. گفتم نمیشه. با زبون خوش برگرد. منم باز زبون خوش بهت میگم فوزولی موقوف. گفتم نمیشه برگرد. حالا دیگه برای من یک زیاد میگی؟ آره من تو کی هستی؟ جوجه دو چرا؟ باز میخواد دست بالا بند کنه روتو کم کن داشتیم چطور دیگه چونه رو اینم یک کله اینم خوش کردی حالا من لیدی کنم جونم به این جذبه علیکم فرشته خانم سلام و زهر مارکی گفت بیا اینجا زود باش گورتو گم کن گم شو برو بیرون چی میگم آخه ببین من چی میگم دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم زود باش برو بیرون برو گم شو برو و الا پلیس خبر میکنم تو شده شو دور پای شیران زدو آره یه لشکر باشی بسته دیگه ولش کنیم بذار کلکشو بکنم گفتم ولش کنیم بریم بیرونه طوری که نشدی؟ نه با نذاشتی که بزنمش 5 ساله که منتظر بودم بیای همش روز شماری میکردم چرا اینطوری ازم پذیرایی کنی؟ راستش که شما زنها عجب حقایی هستین آخه اونقدر من از دست عصبانی بودم چرا این کارو کردی؟ چرا دست به دزدی زدی؟ من که از تو چیزی نمیخواستم که من کار میکردم تو هم یه کاری میکردی بالاخره با هم یه جوری زندگی رو میگذروندیم حق با تو فرشته ولی هرچی بود گذشت تصمیم گرفتم که دیگه دزدی نکنم
فردا میرم پیش داش محسنم، بلکم یه کاری تو شرکتشون واسم دست و پا کنه. بهت قول میدم. حالا شدی آدم حسابی. اون وقت فوری هم با هم عروسی میکنی. این دفعه دیگه نمیذارم از چنگم دری. عوضش تو هم باید 2 تا بچه واسم بیاری، یه دختر یه پسر. باشه. بیا تو. لا کتاب ها؟ نه کتاب انگار داره سر میبره. چطور شد؟ چی شد؟ باستت کجاست؟ با آقای محسن اعتماد کار داشتم. با این هیکل چی کارش داری؟ چی؟ میخوام ببینمش. از اینجا میری توی اون ساختمان طبقه اولی نیست، اتاق راهرو دسته راست، اتاق پنجم. بارون هیکلت. خوش آمدید. بسیار خوب یادداشت میکنم. خداحافظ. بفرمایین. کار اداری خسته شد. سلام علیکم. عبدالی تویی؟ من نوکرتم. سلام خدا. بی معرفت تو که میدونستی آزاد میشی، چرا من خبر نکردی؟ با نوکرتم. بذار خوب نگات بکنم. خدایا عبدالی جونم مرخص شده، از ولی در اومدم. خدا خب که آزاد شدی. همه دیرو. اقلا میگفتی ماشین بیارم، دست گل بیارم، گوسفند بیارم. چطور شد؟ ای بابا ما که این حرفا نداریم. تازه من عفو خورد، میخواستم زغزرت کنم یهو سرزده بیام. خدا تو نمیدونی چقدر انتظار این دیها یعنی روزها رو میکشیدم. خدا را شکر، 100,000 مرتبه شکر. جدا دلم برات خیلی تنگ شده بود. میدونم که بهت خیلی هارد گذشته، یعنی سخت. هرچی بود گذشت. خب انگار اوضاع موضوع رو به راهه. آره الحمدلله وضعم خیلی خوبه. گفتی خانومت همینجا کار میکنه؟ آره خیلی دلم میخواد ببینم. همین الان پیش پای تو رفت خونه. آخه امشب جشن تولد دخترمه، باید میرفت خونه رو آماده مینمود. ای خدا 1000 بار شکر بناتم به این شانس. پسر ببین ما چه روزی مرخص شدیم. خب بزن بریم. زنم از دیدن تو به خدا کلی خرسند میشه. نه تو حالا به کارات برس، من باز برم پیش فرشته. فرشته؟ آره دیشب رفتم باش آشتی کردم. مگه اون تا حالا شوهر نداره؟ چطور شد؟ تمام وقت منتظر حاجیت بوده. آخه هر کی با حاجی دل بمنده به این زودیه نمیتونه دل بکنه. خب پس دیگه معطل چی هستی؟ یه عروسی راه بندازه. همین خیالم دارم. خب من میرم شب یا خونه. صبر بکن. بیا این سویچ بگیر، این پولم فعلا بگیر. نه جونه داشتی بگیر. تعرف میکنید بگیر مگه جیب مرقی داره. شب منتظرتم. قربونه تو. هی آدرسی که بلدی؟ آره. دیر نیایی ها. اگه تونستی فرشترم با خودت بیار. اوکی. قربان تو. ایست برد ایست. مگه من نمیبینی همینجوری داری میری؟ من آدمم آخه اینجا برد. فرمایش. ماشین محسن خانه کجا میبری؟ خودش داد. آخه مگه تو نمیدونی ما با هم قوم خویشیم. آره. قربان قوم خویشی تو برم میخواستی راجع به اون اضافه حقوق و صحبتی بکنی اقلا؟ آره اتفاقا همش راجع به همین موضوع حرف میزدیم. مرگ من چی گفت جان من؟ گفت بخور تا بیاره. قربان تو بخور تا بیارن؟ چیشی را بیارن؟ او نکنی این مرده که دوست باشه ماشین رئیس برداشت بود. ای امان الان پادرش در میارم. چنگ من در میره. قربان اختیار داری سلام از بنده است. شما اجازه فرمودین که ماشین شما را از اینجا نذاشتی. اختیار داری قربان. بنده تا از جناب علی کسب تکالیف نکنم نمیذارم پشه روی آسمان جون بخورد. ماشین که ارزشی نداره. نداره خودم گفتم بذار بری. باشد قربان. ای پسر ای رئیس اجازه فرمودن میتوانی بری. برو جانم. قربان اجازه دادم. امری ندارید بنده مرزی ندارم. مرا مزیه. و من میگن یک دستگاه مأمور وظیفه شناس دربان. اینه باش. ببین صنعت چی کار کرده پسر. با ما تو مأمور. شهر فرنگیه. امری بود؟ چی واسش بخریم؟ ببینم بچهش دختره یا پسر؟ دختره. خب معلومه دیگه واسش عروسک میخریم. آقای عروسک خوشگل ببین. بسیار. عروسکش همچی درشت باشه. حرفم بزنه؟ بله. چطور شد؟ بینا من عروسکم حرف میزنه. آره آخه تو این مدتی که زندون بودی همه چی فرق کردی، حتی عروسک. ای والا. بفرمایید. هم چشماش باز و بسته میشه هم حرف میزنه. ببینید. اسم من مفیده. دبیا اسم منم عبدالیه. حالتون چطوری؟ حالتون خوبه؟ الحمدلله. تو چطوری بابا؟ خوبی؟ نه بابا جالبه. خب داداش چند قیمته؟ 200 تومن. چطور شد؟ 200 تومن؟ بله آقا 200 تومن که چیزی نیست. بابا اون وقت ما با 200 تومن 6 تا زندگی میکردیم. گفتم که تازگی ها همه چی تغییر کرده. آقا لطفا کادویی بپیچینش. مرسی.
نه خیر، مثل اینکه برگردیم سر جای اولمون بهتره. چرا؟ چون با این گرونی که نمیشه زندگی کرد. عبدالله اینو ببین. اینم بخوایم واسه باباش. بوشید میاد. تولدت مبارک باشید. خجالتمون دادی آقا. اختیار داری، این که قابلی ندارد. بفرمایید یه چیزی میل کنید. باچش. بابا جونم چیه بابا جون؟ بس که شمع رو باید خاموش کنم. شمها یه خورده سب کن تا عمو جونتم بیاد اون وقت خوب باشه. من دیگه کم کم داره به این رفیقت حسودی میشه. معلومه که خیلی دوستش داری. آره عزیزم، بعد از تو و الهی اون تنها کسی که من تو این دنیای خراب شده دارم. بیا تو. آها اونها اومدن. اونها هاشم. سلام سلام. این خانم من آشنا بشین. خیلی خوشبخت محسن اینقدر از شما تعریف کرده، مثل این میمونه که من سالهاست شما رو میشناسم. قربون شما با نوم زدم آشنا بشین. خیلی خوش اومدی. راستی هیچ میدونی عبدالله این فرشته خانم بود که با حرفاش منو زندگیمو عوض کرده. آخه این آدم نیست. فرشته است. اونم فرشته نجات. بابا. جونه بابا جونه. عمو جون کی این دشمنته. آره. قربونت برم عمو جون بغلم نوکر تولدت مبارک بشه. نوکر دم ماشین چقدر خوشگله. بابا همیشه میگفت شما رفتین مسافرت. آره عمو جون عوضش ببین چی واسه آوردم. بده بشه. بیا خب بچه بیا بریم تو بذاریم دم در خورده خلوت بشه باد بیاد. محسن میگفت میخواد اونو بیاره شرکت پیش خودش. بهترین کاری که ممکنه در حق دوستش بکنه همینه. شاید عبدالله هم سر و سامونی بگیره. خب دیگه مثل اینکه میتونیم کیکو ببریم. ببری؟ آخه تا حالا منتظر شما بودیم. منتظر من؟ خیلی متشکرم. بفرمایید میکنم. این حرفو نزن. سلام. فرشته خانم ممکنه استغاثه کنم یکی از اون آهنگای قشنگتونه واسه الهه بخونین که کیف بکنه؟ چطور شو؟ معلومه که میخونه. اگه واسه برادرزاده من نخونه پس واسه کی بخونه؟ با کمال میل. متشکرم. فرشته جون از حالا بهت میگم ما باید همیشه 2 تا جشن تولد با هم بگیریم چون من 2 تا بچه میخوام، یه پسر یه دختر. خیلی خوب تو بگو، ما حرفی نداریم. تو عرضشو داشته باش. آرزونم. این همون اسقریه یادت حالا ماشالله آدمی شده بود. من بمیرم؟ نه بابا کوچیکتم. اونم که میبینی برنامه داجیت عیالم میشه. جشن تولدت رو شب و چراغونش کن، با گل هر ستاره بارونش کن. غم که اومد سراغت از خونه بیرونش کن، دنیا که جای غم نیست غم ها رو بیرونش کن. مبارک این جشن شوق شادی، 200 سال 200 سال عمرت بمونه باقی. مبارک این جشن شوق شادی، 200 سال 200 سال عمرت بمونه باقی. شادی بکن که دست این روزگار درهای امید و بروز نبنده. وقتی محبت باشه بین هر کس زندگی شیرینه و دلپسنده. بخند تا گل خنده بشینه روی لبها، نمونه توی قلبت همه امروز و فردا. مبارک جشن شوق و شادی، 200 سال 200 سال عمرت بمونه باقی. مبارک جشن شوق و شادی، 200 سال 200 سال عمرت بمونه باقی.
به هر ستاره بارونش کن. غم که اومد سراغت از خونه بیرونش کن. دنیا جای غم نیست، غم رو بیرونش کن. بالا جشن شوق شادی تو شیر شب بخیر. چطور شد؟ همین خوشگاه خالی شب بخیر. پس میگی چی کار کنم؟ لبا قول بکن تا بهت بگم. قول بکن. وای خیلی خوب بیا. آخه حس کردم. حالا اجازه مرخصی میفرمایید میتونم برم؟ چطور شد؟ همین یکی؟ آره زیادیش گرمیت میکنه. خداحافظ. خداحافظ. آخه یکی چش گاو عزیز شد. جان چه هیکلی اینا که فدات شم جون. فرشتم خند از من نداخت از قلبه او. چطور شد؟ به نمیدونستم مهمون داریم وگرنه یه میوه جندیده چیزی میخریدیم میآوردیم. آیون محترم چرا سرپا باستادن؟ خواهشمند است بوی روز یعنی بتمرگین. خب نمیتمرگین خیلی خب خودم چلوس میکنم. تو میدونی ما واسه چی اومدیم اینجا؟ والا گمون ندارم واسه دزدی تشریف آورده باشین اینجا. خوشمزگی رو بذار کنار. ما اومدیم اینجا پیشنهادی یه کاری بکنیم تا این 3 سالی که تو زندون بودیم جبران بشه. پس چرا زودتر نگفتی؟ دلم هاری ریخ پایین نصف العام شدم. پس قبول میکنی؟ نه. گوش کن عبدلی، تو و محسن مجبورین با ما همکاری کنیم چون واقعا به وجودتون احتیاج داریم. البته اگه با زبون خوش قبول کردین که هیچ، وگرنه کاری میکنم که به قورباغه بگی آقا دایی. خب جناب آقا دایی اگه قبول نکنم چی کار میکنی؟ بارو بابا حال نداری. باشه بودم یه دستمو چه نگرفتین؟ نگو بخواهد کنم. قدر قایم میگه نداشتیم خورد تو آبا نه. چطور؟ آب کنش نه کسی بذار بچنگ ریخت تو دهنت دهنت یاره کنه شوخی شو کس بانچه شدم. چطوری؟ بسش باشو نمیتونی صندلی بکش زیرش. بیا به رفیقت تلفن کن بگو همین الان بیاد اینجا. یالا معطل نکن وگرنه دوباره میگم شروع کنن. یالا محسن گوش کن فوراً خودتو برسون خونه من. چی شد عبدلی؟ وقتی اومدی همه چیز میفهمی. خیلی خوب اومدم. عبدلی چرا در خونه بازه؟ چرا دالون درازه؟ عبدلی چی شد عبدلی؟ What happened؟ تو چرا اینطوری شدی بعد؟ ما یه دستی به سر گوشش کشیدیم. البته اگه تو هم میخوای مانعی نداره. منظورتون از این کارها چیه؟ هیچی، ما میخوایم بازم با شما رفاقت کنیم ولی ایشون رضایت نمیده. که اینطوری میخوای ما رو دوباره آلوده بکنه؟ آلوده؟ از یه دوز سابقه داری حرفا بعیده. اگه نخوایم بکنیم چی میشه؟ مجبوریم. گمون نمیکنه وم. چرا؟ حالا میبینی من در میارم. من چه بکرفتی شما باید چقدر بردم رو خدا از شما
توی هک حالا ازش داشت واسه بگم کشمه چقدر حالا نوبت ما بزن جا بگم برو دستشویی رو خراب نکنی خیلی ازت عقده دارم رو دلم پدرت الان در میارم خب بازم دلت میخواد با ما همکاری بکنوی؟ نه بزن نزنه بشی جا به این گستاخیتون رو میدم هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی جستی بیلاشم جسته ناکس جفتی با هم گفتیم زنده باشی داشت محسن خیلی به موقع رسیدی آره. جرت دفعه کمان تو بالا تعظیم از بنده است قربان اختیار داری اسمینی قربان اجازه بدید اجازه کار بنده است بفرم قربان بفرم آقای خودمون باشه حالا باشه جک آخر آبی عجب کاری گیرمون اومده مگه باید دروکون شدی دی؟ چی گفتی؟ هیچی قربان داشتم سلام عرض میکردم دیگه چی میخوای؟ حقوقتم که گفتم محسن خان اضافه کرد میخواستم یه آقایی دیگه درباره ما بکنی نه ببینم دیگه چی میخوای؟ هیچ میخواستم بگویم وقتی آقای رئیس داری سواری میدی وقتی دیدی سرحال و شنگول منگول است یه پاداشکی برای ما بخوادی قربان چقدر باشه خوبه رو درواسی نکن بگو من زیاد نمیخوام تو بمیری 1000 2000 3000 4000 و هر چقدر تو زورت برسه 100,000 تومن باشه خوبه ای قربان دهن تو برم میلهی دیگه هیچی نمیخوام خب بذار بهت بگم چیکار بکنی بقیده من بهتره یه بلیت بخت آزمایی بخری بلکم ببری اینطوری بهترتره بلیت بخت آزمایی فقط منتظر دستور جناب علی بودم مرد حسابی من هنوز یه هفته اینجا مشغول کار شدم تو اول بذار ببینم وضع خودم چی میشه بعد سنگ خودتو به سینه بزن تو واقعا آدم منعول خیلی حسی بخودم مرد حسابی مگه زبان تو درد میگیره فقط دو تا کلام درباره محسنات من برای حرف بزنی نفهمیدم حضرت آقا مثلا چه محسناتی دارن با فرمایید بنده چه محسناتی ندارم ها بنده آدمی هستم با شرف با وجدان مؤدب سربران نجیب قربان تو برم نگاه کن ببین چی با چی توجه خوشگیله اجازه بده برم ببینم چی میخواد الان برمیگرد تو نمیری نجابت از سر رود میباره سلام از بنده است قربان امری فرمایشیش در خدمت گزاری حاضرم اومدم اینجا استخدام بشم با چشم برای چشمای قشنگ من بفرما توی اتاق بنده بنشین الان دستور استخدام شما رو میدم اینم پاداش نجابت بنده آقای مدیر محسن اعتماد و رفیقش که تازه از زندان آزاد شده از دزدان با سابقه هستند هدف آنها تنظیم برنامه‌ای برای دستبرد زدن به صندوق شرکت می باشد روزنامه های پیوست صحت این نوشته را تایید می کند دوستدار شما بدجنسا بله قربان فرمایش بود فوراً بیاید اتاق من آدم به هیچ کس نمیتونه اعتماد بکنه با اجازه امری بود قربان یه نگاه به اینا بکنید خب چی میگی؟ درست معلومه که درسته چرا تا به حال از سابقت چیزی نگفته شما بودی؟ نپرسیدی که من بگم ولی گذشته من چه ارتباطی به کارم داره قربان خیلی هم ارتباط داره یک کسی که منحرف باشه یک کسی که در سرآشیبی قرار گرفت هر آن ممکنه سقوط کنه ولی قربان کارای من در این مدت نشون داد که من نمیخوام به گذشتم برگردم شما اینو قبول ندارید نه اگه تو میخواستی دست از این کارا برداری چرا آدمی رو که تازه یه هفته از زندون آزاد شده سر کار میذاریش ولی اونم دیگه نمیخواد کارای خلاف بکنه من به شما قول میدم دیگه قول تو برای من ارزشی نداره
روز اول که به تو گفتم این شرکت جای مردمان درست و پاکدامنه، نه جای آدمای کثیفی مثل تو. مواظب حرف زدنتون باشه، من به شما اجازه نمیدم به من و رفیقم توهین بکنین ها. نمیخواد برای من تکلیف معلوم کنی. برو بیرون. دیگه از این ساعت تو رفیق تو این شرکت هیچ کاری ندارید. بفرمایید. من دارم از راه شرافتمندانه زندگی میکنم. کمک کنید. توهین بکنه. الو. عبدالعلی. بله قربان، سلام از بنده است اختیار. گوش کن پسر. امر بفرمایید قربان. محسن و رفیقش دیگه تو این شرکت کاری ندارن. به هیچ وجه نباید اونا رو تو شرکت راه بدی، فهمیدی؟ بله قربان، چشم اطاعت میشه. نفهمیدم. میزین که اوضاع کمر درقرب شد. که به خدمتمون خاتمه دادم. آره. خب دیگه درست شد. عبدالی حالا واقعا بلدی خوب درسته بکنی؟ چطور شد؟ الانه بهت یه نیمروی تحویل میدم که انگشتاتو باش بخوری. تو نمیری تمام این مدت که تو زندون بودم غذا خودم درست میکردم. چیه؟ الان قربونت برم. ببین اگه فرشته هست بگو 10 دقیقه دیگه تلفن باش. عکس شدیم خانم خانه اینم تلفنی شده. الو بله. حالا فهمیدی با کی طرفی؟ آره با یه انسان واقعی. متشکرم ازت که روزنامه ها رو برای مدیر شرکت فرستادی. تشکر لازم نیست. بیشرف. آقای با شرف، فکراتو بکن. من بازم حاضرم با تو همکاری بکنم. میخوام 100 سال سیاه با من همکاری نبکنی. بچگی نکن محسن. تو اجتماع درستکاران برای امثال من و تو جایی نیست. بیا با هم کار کنیم. پولدار که شدیم اون وقت همه جا جام. تصمیمتو بگیر. من دوباره به تلفن میکنم. تو غلط میکنی. تیمور بود؟ آره. مرده شد مرده چه پرروه، بازم میگه بیا با هم همکاری بکنیم. من معتقدم که قبول کنی. چی میگی؟ قبول کنم؟ چرا که نه؟ یعنی میگی بازم برم دزدی؟ آره من ندی صداقت به دردت نمیخوره. 3 سال برای یارو با درستی جون که آخرش پاداش تو رو من به کار اون کاری ندارم. ولی تصمیم گرفتم که دیگه این کارو نکنم. خودتو گول نزن محسن. این داغ ننگی که به پیشونی ما خورده تا ابد پاک نمیشه. باید از این یارو انتقام بگیریم. باید بریم صندوق پولشو بزنیم. تو رو جون به جونت کنه آدم نمیشی. تقصیری هم نداری، از اول یه دزد بودی. کاش که قلم پام میشکست و تو این شهر نمیومدم که با تو آشنا بشم. خیلی خوب. تو جوری حرف میزنی که انگار همه کارا گردن منه. آره پس چی؟ تمام بدبختی من زیر سر توه. تو اصلا شکم ننه دزد بودی. نه اینطور نیست. چرا همینطوره؟ تو مادرزاد دزد به دنیا اومدی. حرف دهنت بفهم بی معرفت، انگار یاد رفته خودت کی بودی. خفه شو! تو اشتباه میکنی. من از اول دزد نبودم. یعنی هیچ کی نیست. آدم از شکم مادرش هیچ چیزی با خودش نمیاره. منم یه روزی مثل تو پدر داشتم، مادر داشتم. شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردم دزد بشم. اما یه شب تو دی که بودیم زلزله اومد. صبح دیگه من هیچ کس رو نشتم که به اون پناه ببرم. تو چی خیال میکنی؟ خیال میکنی من دلم میخواد که دزد باشم؟ دلم میخواد همیشه شمشیر قانون بالای سرم باشه؟ نه، منم آرزو داشتم زن و بچه داشته باشم. شبا بچه‌مو تو بغلم بگیرم و باهاش بازی بکنم. این دنیاست که آدمو دزد بار میاره. بس دیگه عشقمو در آوردی. عبدالی منو ببخش عبدالی، من نفهمیدم چی کاری کردم، نفهمیدم چی گفتم. خب دیگه بهتره تمومش بکنیم. این چیزا بین دو تا رفیق همیشه پیش میاد. آره. ای داد نیمروز سوخت الان گرفت. فکراتو کردی؟ آها حاضریم، ولی به شرطی که اول صندوق شرکتی که من توش کار میکردم بزنیم ها. هرچی شما بفرمایید. حاضر شدی با اونا کار کنی؟ آره نقشه‌ای براشون دارم. رئیس تو فکر میکنی تو کاف صندوق چقدر پول باشه؟ اینطور که محسن میگفت حدود 1 میلیون. 1 میلیون تومن. جونم رئیس بهتر نبود ما باشون میرفته. با نقشه‌ای که محسن کشیده خودش و عبدالی کافی هم. فقط خدا کنه محمود به موقع خودشو به کنتور برق برسونه.
ساعت 3 چیزی نمونده. اگه محمود به موقع برقا قطع نکنه چیکار میکنی؟ چیکار باید بکنی؟ کجا عبدالله مگه نمیدونی دوربین تلویزیون اونجا کار میکنه؟ ها. خب حالا باز چیکار بکنی؟ سر ساعت 3 محمود برقو خاموش میکنه و ما باید فوراً این عکس رو جلوی گاف صندوق بذاریم. مواظب باش از پشت تابلو بیرون نری و یا نگهبان تو رو میبینه ها. اون وقت گند قضیه در میاد. آیا داده اون گوشی رو بده ببینم. گوشی چهش گوشی گوشی ای داده بیداد داشت محسن گاومو زایی. چی شد؟ کیف اونجاست نگاه. سرت بدود ممکنه ببینه تد. ممکنه نگهبان تو رو دیشه دیده باشه تیتره. پس بزن بریم چرا معطلی؟ من دیگه حالشو ندارم برم تو هلفتونی. شلوغ پلو نکن شلوغ. بذار حواسم سر جاش باشه. بذار حواسم سر جاش باشه. گوشی رو بده ببینم. گوشی. مانی پول right. بیچون بیای باره میرم. که پیداست مثل این که خیال دارن ما رو قال بذارن. آره درسته میدونم چه معامله‌ای باش بکن. گمشون کردی. آخی جانم جان چه همه پول. خب رفیق حالا میفرماییم با این همه پول چیکار کنیم؟ چی؟ آخه ما همه پولا رو پس میدیم. زکی چطور شد؟ مگه دیوونه شدی؟ چی رو پس بدی؟ خب چرا دزدیدی که حالا پس بدی؟ میخوام به مدیر نشون بدم که ما فطرتاً دزد نیستیم. من که کارای تو سر در نمیارم. پس اقلا زودتر بهش خبر بده تا سکته نکنه. بیشرف حتما کار اونه. عجب نقشه ماهرانه‌ای کشیدن. ببخشید شما به کسی مظنون نیستین قربان؟ من؟ ببخشید. بله؟ نگران نباشید آقای مدیر. پولها پیش منه. فقط خواستم بهتون ثابت کنم اگه دزد بودم تا حالا 100 دفعه این کار رو کرده بودم. امشب خواستم به شما نشون بدم که قدرت این کارم دارم. ولی نگران نباشید پولها رو فردا به شما برمیگردونم. شب بالاخره نفرمودید شما به کسی مظنون نیستید قربان؟ نه به هیچ کس. الو فرزانه؟ محسن تویی؟ کجایی؟ من نگران شدم. گوش کن فرزانه، هرچی میگم فوراً انجام بده. زود بچه رو برداره بدون معطلی از خونه بیا بیرون. چرا مگه اتفاقی افتاده؟ فعلا هرچی میگم انجام بده. من تا 10 دقیقه دیگه سر خیابونم. زود باش. باشه همین الان. یه خورده دیر شده رفیق. زن و بچه علامت گنجیش تو دست منم. هر بلایی که بخوام میتونم سرشون بیارم. پست فیتیرت. خب چی میگی؟ پولا رو رد میکنی یا نه؟ که جواب بده. باشه همونجا باش الان برات میارم. اینجا نه.
تو خیال کردی من اینقدر بچم که اینجا وایسم تو پلیس خبر کنی؟ دور خوندی رفیق. من زن و بچه‌تم برای خودم میبرم. فردا ساعت 7 صبح خارج از شهر، کیلومتر 10 منتظرتم. تو قلعه خرابه. ضمن فکر نارو زدنم از کلت بیرون کن. چون برای زن و بچت خیلی گران تموم میشه. به اونا کاری نداشته باش. من پولا رو بهت برمیگردونم. قول شرف میدم. شرف؟ یه دوز مایی میتونه شرف داشته باشه. آره ما ساعت 7 صبح. از بابت زن و بچه‌تم نگران نباش. نمیذارم بهشون. شوره میزنه. دیدن میترسم سر زن و بچم بلای آورده باشن. خیالت راحت باشه. اون ناکسا رو من میشناسم. فقط فکر پولن و بس. الان یه پیداشون میشه. راستی عبدلی تو که دیشب چیزی راجع به ماجرا به فرشته نگفتی؟ چطور شد؟ مگه ممکنه دیگه من چیزی رو از اون مخفی کنم؟ پس همه چیز بهش گفتی؟ آره، حتی بهش گفتم که باید چی کار بکنه. اومدم. یه پایین حالا بینم. زود باشه. بیا عزیزم. بابای چون. ولش کن. جلوتر نیا. به موقع میان پیشه. صبر کن عزیزم، چیزی نیست. الان میریم پیش بابا. بابای گریه نکن عزیزم. بده. نباش. آها. حالا میتونیم بریم. بیا. برو تو دیگه آخر زندگی بیچاره بدبخت اینجا ساله من گام بود بفرستمون اینم آخرش. بیا عبدلی. باشون اومد. تو چطوری نشدی؟ نه من سالمم. آخه خدا رو شکر او میخواست تو رو بزنه. چرا این کار کردی؟ چرا خودت انداختی جلوی من؟ واسه اینکه تو حالا پدری باید واسه بچت زنده بمونی. ولی من دیگه بود و نبودم فرقی نمیکنه. نه عبدلی مزخرف میگی. تو این دنیا برای من بیشتر از هر چیزی ارزش داری. به خدا میزنه میشه. تو داری گریه میکنی؟ من نه. نموزه منو تو یه عمر بریش دنیا خندیدی. حالا بخند. بخند. خیلی چی شده؟ هیچ داری میخندی. هیچ. تو کارتو انجام دادی. آره، ژاندارما رو آوردم. زنده باش. باید اونو برسونیمش بیمارستان. بی خود زحمت نکشین. من چیزی نیست. من فقط 2 تا بچه میخوام. یکیش پسر، یکیش دختر. همسر عزیزم مواظب باش پله ها نخورد زدی. مثل این که خدا بخواد زاییدن بریم. نیا کن چشم دماغش به مرد تحقیق میکنم. چیه؟ تعجب کردی؟ این که پسر جان 3 تا. آره من از خدا 2 تا بچه میخواستم اما اون به ما 3 تا بچه. هر 3 پسر. آره